چطورید بچه‌ها؟ امروز یه ویدیوی خیلی رندوم از جیمی داریم. تو این ویدیو یه دکمه وجود داره که هر بار بزنیش بهت مجازاتای عجیب و غریب میده. فندک کو؟ اما یک بار وقتی دکمه رو بزنی به جای مجازات میتونی برنده $100,000 پول بشی. ویدیو باحال و خنده‌داریه. بریم با هم ببینیمش. اگه این دکمه رو فشار بدی تنبیه‌های عجیب و احمقانه گیرت میاد. شاید با خودت بگی خب چرا باید فشارش بدم؟ در واقع این احتمال وجود داره که یه بار به جای گرفتن تنبیه‌های احمقانه برنده $100,000 بشی. من همه رفیقامو جمع کردم تا با همین چالش رو انجام بدیم و این ویدیو خیلی خنده‌دار شد. خب بچه‌ها بهتون گفتم دیگه اگه این دکمه رو بزنید امکان داره این $100,000 تا رو واسه خواهرتون ببرید یا ممکنه که تنبیه گیرتون بیاد. میتونم فشار بدم؟ آره راحت باش. باید یه شلوار پر از مایونز بپوشی. خب تو که شلوار مایونزی گیرت اومد کسی دیگه نمیخواد فشار بده؟ از این بدتر که نمیشه. با استفاده از بچه یه تخت چوب و وسط بشکن. خب ما اینجا تومون کریسو داریم و میخوایم توش مایونز بریزیم. خب شروع میکنیم. شبیه آدمای خلوچل شدم. ای وای. فیس میکنم از من دارم خب میافتم. باشه خوبه دیگه. ای وای. وضعیتی شده. سرده. خب بریم ببینیم میشه یه تخته رو با استفاده از بچه شکوند. ای حالمو به هم زدی. این تخت چوب خدمت شما و اینم یه دونه بچه. چجوریشو نمیدونم ولی باید با این بچه اونو نصفش کنی. بریم تو کارش. راستی اگه بچه اضافه هم میخوای بیا. اینم یه باشه دونه باشه اینم یکی ممنون. دیگه. 2 دستی میزنیم. تا اون مشغول کوبیدن بچه هاست من این دکمه رو میزنم. میتونی یه تنبیه ها انجام ندی. ایول به این میگن شانس. این یعنی اگه یه تنبیه بهت افتاد که دوست نداری میتونی این دکمه رو بزنی یا انجامش ندی. ولی این دکمه یه بار مصرفه. باشه خیلی خوب. نولان و چندر تا این دکمه رو فشار ندادن. کدومتون میخواید اول برید؟ خیلی خوب. برو خونتون و سیفون دستشویی رو بکش. عزیز من خونه من نبراسکاه. اشکال نداره برو هتلی که توشی. باشه بریم. نولان رفته سیفون رو بکشه. کریس داره دوش میگیره و تگزم هنوز داره سعی میکنه اون تخت چوب رو با بچه بشکنه. نفر بعدی کیه؟ از کجا معلوم بعدی هم مجازات باشه؟ چند ساله میشناسیمت میدونیم هست. یه نفر رو انتخاب کن و با یه ظرف پای بزن تو صورته. چندر میتونستیم به تو بیفته. ببینید کی برگشته. مجازات رو تلویزیون خوندی؟ نه خیلی خوب بچه‌ها من میرم. راستش پول خیلی زیادیه. این $100,000 میتونه کل هزینه‌های دوره کالج خواهرمو پوشش بده. اونا گفتن فقط با یه بچه باید بشکنمش. سلام. بچه‌ها هیچ شانسی نداشتن. جدی تونستی نصفش کنی؟ آره. مجازاتو باش. نباید اینقدر زود برمیگشتی. چی؟ اگه مجازات برای من اومده من نباید پای بخوره تو صورتم. آره فکر کنم حق با تو باشه. بشین یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای از گوزیدن کریس ببین. برو که کریس میخواد 20 دقیقه برات اصلا بگوزه. چرا از کریستون وضعیت کار با میگیره؟ پای بزن تو صورت یه نفر دیگه. ای وای. سفتر خوشمزه پای است. دنیا رو دفعه آوردی. بعدی باید به جای پای کیک بگیریم که خامه داشته باشه. نه بازم پای کدو خر. خیلی خوشحالم که این اتفاق این افتاده. یه ویدیوی 20 دقیقه‌ای از گوزیدن کریس لذت ببر. داشت تا آخرش ببین. ردبول به شما باد میده. ردبول به شما باد میده. ما باد میده. فقط داره در ردبول میده. به شما باد میده. واقعا 20 دقیقه است. وای خدا واقعا 20 دقیقه است. جیمی نیستش. شاید اگه الان فشارش بدیم شانسمون بهتر باشه. 100 بار با ماهی بزن تو صورت خودت. ای وای من کی دکمه رو زد؟ نمیدونم. بیا اینم ماهی. 100 بار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 کریس داره خودزنی میکنه و چندلر هم داره یه ویدیوی ناجور ازش ردبول میبینه. به شما باد میده. نولان هم رفته سیفون دستشویی رو بکشه و فکر کنم نوبت کارله. ایش یه ساعت یه گوشه بی کارل چه بچه بوده اینجا بچه‌ها. این ویدیوی خود قدیمیه مثلا جزء ویدیوی 3-4 سال پیش جیمیه. ولی جیمی خیلی تغییر نکرده ولی کارل خیلی بچه بوده اینجا. ایش یه ساعت یه گوشه بگیر بشین. خب نشستی یه زمان شمار میذاریم بالا سرت یه ساعت دیگه میبینیمت. ای چیه؟ 69 جون خوبه. آه بریم تو کارش. باید 100 تا شنا بزنی. مجازات خسته کننده ای بود. یه کاسه اسمارتیز رو بر اساس رنگ دسته بندی کن. 18 19 20 به نظر کار احمقانه ای میاد. نمیخوای جا بزنی؟ باشه هر جور راحتی. فکر کردی یه جا نشستن میتونه جلوی منو بگیره؟ تا وقتی جیش نکنی نمیتونی دکمه رو بزنی. بیا داداش تا اینجا نشستی یه خورده آبم بخور. سیفون این توالت به خاطر ناتالی میکشن. خواهرشو میگه. بزن بریم. خواهرم ارزش این زجر رو داره.
آه خدای من 68 69 باشه. میخوای یه استراحتی کنی بری چندلر رو ببینی که اون ویدیوی کذایی رو میبینه؟ آره به نظر جالب میاد. ای رفیق بادای من چطورن؟ امشب وقتی میخوابی تنها صدایی که میشنوی تو سرت صدای بادای منه. مطمئنم خواهرت از این بابت خیلی خوشحال میشه. برگردم سراغ اسمارتیزم. 99 آه خدای من خیلی نزدیکم. مامانیم به خاطر تو و 100 تمام شد. تبریک میگم 100 رو تمام کردی. باید یه توپو گل کنی. یه زمین فوتبال برات اجاره کردیم، آدرسشو فرستادم، برو شوت بزن. باشه پس بریم. 4 ثانیه مونه. ردبول به شما باد میده. چند لحظه بعد خب چندلرم برگشت. ببینیم چی میشه. یه نفر رو انتخاب کن که 10 دور بعدی رو بازی نکنه. خودم. نه خیر قبول نیست، من یکی دیگر رو انتخاب کنیم. اسکل ممکن بود تو 10 تا بعدی برنده شی. بعید میدونم. چندلر تصمیم گرفت 10 دور آینده دکمه رو فشار نده. نولان الان 600 ساعت رفته، بذار زنگ بزنم ببینم کجاست. نولان نداش کجایی؟ الان 3 ساعت رفتی بیرون. داداش 20 دقیقه است از اونجا راه افتادم و چی داری میگی واسه خودت؟ نه خیرم، حداقل 1 ساعت و نیمه که رفتی. اگه بخوام اون $100,000 رو برای خواهرم ببرم باید هر چه زودتر برگردم. اینجا همه چی دارم، سطل جیش، پتوی جیش، خود جیش، البته قبل جیش. خیلی خوب. چرا انقدر طولش دادی؟ برو 10 نفر رو تو خیابون پیدا کنه، نفری $1000 بهشون بده. میدونم تازه برگشتی ولی این کیف حاوی $10,000 پول نقده، برو بده مردم. بدرود. تا حالا بچه‌ها بیشتر از 30 بار دکمه رو فشار دادن و یه عالمه چالش‌های عجیب گرفتن. تگز رفته گل بزنه، نولان داره پول میده به مردم، کریس و کارلم که اینجان و چندلر هم داره ویدیو گیم میزنه. خدای منم نمیدونم کی قراره $100,000 تا رو واسه خواهرش ببره. تا وقتی جیش نکنم از این گوشه پا نمیشم. خانم $1,000 میخوای بدم؟ آره. بفرمایید. و چی؟ مبارکه. همین. باورم نمیشه. دوربینو بیار دارم جیش میکنم. عمو جیمی شنیدم جیش کردی. سطل جیشو برداشته داره تقدیم به مستر بیست میکنه. شنیدم جیش کردی. بله. کثافت. این یکی 100,000 تاست. یعنی فکر حسش می‌کنی می‌کنم. الان 100,000 تا رو آماده؟ می‌بری؟ حالا بریم که ماینکرافت رو تمام کن. کارل باید همین الان تو یه دنیای جدید ماینکرافت رو تمام کنه. برای داشتن شانس بیشتر و برای خواهرم این کار رو میکنم همین الان. جیمی تمومش کردم. دست راستتو بکن تو مرتوب چرا کننده. این باید به من بیفته؟ بی خیال. دوباره فشار بده. بذار کارل هرچی دلش میخواد رو صورتت بکشه. بی زحمت مرتوب کننده برسونید و یه ماژیک. و یه کار قبل از اینکه کارل نقاشیت کنه دست راستتو بکن تو. کارل در چه حالی؟ اوضاع چطوره؟ چیه؟ کارل اجازه داره هر چی میخواد رو صورتت بکشه. برم ببینم تگز در چه چطور حاله. خط ننویسی؟ چون جیمی اینجا نیست اگه نتیجه رو دوست نداشته باشم میتونم دوباره فشار بدم. آره برو بریم. بذار یه ساعت ماساژت بدن. عجب شانسی داری. اون وقت میگفت همش مجازاته. خیلی خوب. این شاید در ظاهر باحال باشه ولی در واقع تو یه ساعت آینده نمیتونی دکمه رو فشار بدی. 100,000 تا ماساژ. ببخشید مامان. 3 بار دیگه بچه‌ها دکمه رو بزنن چندلر دوباره میتونه بیاد تو بازی. خودم دارم رفیق. 2 تا دیگه. 2 تا دیگه. با 69مین مخاطب گوشی تماس تصویری بگیر. کسی جواب نداد. کارل داداش در چه حالی؟ سلام. خوبه دارم آیرون پیدا میکنم. چقدر دیگه طول میکشه؟ واقع بین باشم 1 ساعت مونده. 2 دوره دیگه که بگذره تو میتونی بازم بازی کنی. تگزو دارن ماساژ میدن، نولان داره پول پخش میکنه و کارل هم داره ماینکرافت رو تمام میکنه. بریم جلو. خیلی خوب چند تا دیگه مونده؟ 2 تا دیگه. این یکیش. آخ جون. اوه یه صد لوبیای پخته رو سرت خالی کن. الان میخوام از نوبت فشار قبلی استفاده کنم. انتخاب کن کی 5 تا جیرجیرک بارون کشه شکلات بخوره. چندلر باید بره ساندویچ کثیف سر کوچه و تو باید یه نفر رو انتخاب کنی که اینا رو بخوره. میدونی چی بازی ماینکرافت رو کامل تر میکنه؟ یه خوراکی تورت. آهای کارل. بله جونم. بازی گرسنت نکرده؟ نه خیلی. دلت یه خوراکی خوب نمیخواد؟ نمیخوام. از قصد یه شیشه آب پرت کردی؟ فقط خدا میدونه. او از قصد ترک کرده. برام سواله میخوای جیرجیرکا رو یکی یکی بخوری یا همه رو با هم بدی بالا؟ آها همه رو با هم. چطوره؟ بافتشون رو دارم حس میکنم خیلی حال به هم زنه. خب بریم ادامه. رسیدیم آربیز. غذاشون افتضاحه. میشه یه غذای بچه بدین؟ $4.27. ممنون.
یه کلاه دخترونه بپوش. تو بقیه ویدیو باید این کلاه پرنسسی رو بپوشی. به روی چشم. یه نفر رو انتخاب کن بفرستش به مکدونالد در حالی که لباس برگر کینگ رو پوشیده. ای تگز میخوای یه سر بری مکدونالد؟ خیلی خوب. تگز میره. کل 10,000 تا رو بین مردم پخش کردم و الان داریم برمیگردیم که دوباره دکمه رو فشار بدم. یه بادکنک رو با یه مارشملو بهتره کن. اصلا چجوری؟ بفرمایید نوش جان. خیلی ممنون. این خوشترین مرغیه که تو زندگیم خوردم. تونستم؟ میبینم ماینکرافت رو تمام کردی. آره. آفرین، بزن بریم. خیلی یه خوب. نفر رو انتخاب کن و تا آخر چالش بچسبین به هم. اوه. قفلی که باید و باز بهت کن. خوش بگذره. خب تا داری فکر میکنی من برم قفلای کریس رو بیارم. خب کریس، یه عالمه قفل اینجا داریم و اینم یه کلید. پیدا کن که این کلید مال کدومشه و میتونی دوباره دکمه رو بزنی. به نظر میاد مال یکی از اینا باشه، پس اول اینا رو امتحان میکنم. خب اینم یه دستبند واقعی خدمت شما. وقتی دستبند رو بستین تا آخر بازی نمیتونید از هم جدا بشید. اگه بخوام برم دستشویی چی؟ با هم برید دستشویی. باید با لباس بپری توی استخر. اینجا که استخر نداریم، باید بری یکی پیدا کنی. ولی بی شوخی داریم به جایزه $100,000 نزدیک میشیم. میشه لطفاً 2 تا واپر بدین؟ ما واپر نداریم. اولش باید بفهمیم که خب احتمالا یکی از اوناست. اینم نبود، باید یکم عجله کنم. یه پازل لگویی که مال بچه‌ای 6 ساله است رو کامل کن. نه. خوش بگذره. ما الان کلی وقت داریم این ویدیو رو ضبط میکنیم و یه عالمه چالش بود که نمیشه نشون داد چون مدت زمان ویدیو خیلی زیاد میشه. سلام بر دکمه. قبل از اینکه دکمه رو بزنی نمیخوای به خواهر چندلر چیزی بگی چون ممکنه $100,000 رو ازش بدزدی. میخوام 100,000 تا ازت بدزدم. خب نوشته این کادو رو باز کن. این کادو یه گنده خدمت شما. کل امروز داشتم میپیچیدمش. بازش کن. 10 دقیقه پلانک برو. نمیتونم دیگه، واقعا نمیتونم. یه چرت ربع ساعته بزن. با دستبند به هم وصل شدن و اینجوری خیلی سخت تره. خیلی درد آره میکنه. درد میکنه. چی؟ کار تا 5 نوبت حق نداره دکمه رو بزنه. میتونم مقابلش دکمه رو بزنم. آره میتونی. به پا نیفته. خیلی خوب، مجازاتش رو رد کرد. یه آتیش درست کن بعدم با کپسول خاموشش کن. نه زود برو ببینم چه میکنی. عاشق اون جعبه هم که دنبالشون داره میره. یه ضربه سخت با توپ پینگ پونگ بزن. ایول. بزن ببینیم چی گیرت میاد. به جیمی $4.20 سکه بده. این یکی به نظر ساده برو میاد. جورش کن. آی شما کسی سکه داره اینجا؟ چندلر تو سکه امرات نداری؟ سکه نداری؟ نه ندارم. تو سکه داری؟ هیچی امرام نیست. هیچی نداری؟ آتیشه. بزن. 10 بار پشت هم بطری رو بنداز طوری که رو تهش فرود بیاد. هیچکی سکه نداشت. واسه همین مجبور شدم برم پمپ بنزین تا گیرشون بیارم. خب فشارش بده. بچه‌ها فکر کنم این چالش سکه اگه تو ایران بود خیلی سخت‌تر بود. چون تو ایران به خاطر ارزش پایین پول دیگه سکه نیست. یعنی اصلا استفاده نمیشه. شما خودتون آخرین باری که از سکه استفاده کردید کی بوده؟ واسه همین حدس می‌ذارم که سخت گیر بیاد چون خیلی تو دست مردم نیست. خب فشارش بده. به نظرت این یکیه؟ تو برنده شدی. دروغ گفتم، این یکی خیلی سخته. شما باید کل این دیواری که اینجاست رو رنگ کنید. با هم بیا. برو. جدی داره جواب میده. ای بابا میخوام. هنوز نمیتونی بیای تو خیلی بازی بده. آره؟ آره. کریس برای بار 50 دکمه رو میزنه و باید یه خونه زنجبیلی بسازه. بزن قدش. جایی هست که بتونم جای اینا سکه بگیرم؟ سکه کافی نداریم؟ باش. به جای 15 دقیقه 22 دقیقه چرت زن. نردبون لطفا. هیچکی نمیاد دکمه رو فشار خب بده. این یه کم نون زنجبیلی، اونم چسب و هر چی که نیاز داری. باید باش یه خونه بسازی. باشه. اینطور که فهمیدم یکی تو استودیو سکه کافی داره. انگار از همه درست نپرسیدم. خب انگار تگز هنوز از خواب بیدار نشده. 10 دقیقه پیش مدت زمانش تموم شد ولی اون هنوز خوابیده. داداش ببخشید باید بیدار شی. سکه‌مو بده بیاد. ای بابا پام رفت رو جیشه. بی خیال جیش ما شو. گندت بزنن. الان 51 چند بار دیگه مونده؟ باید 10 دقیقه طرف بزنی. همه ورزشی ها به تو میفته. خیلی خب من فشار میدم. برو. بالاخره نوبتت شد. آره. خب ببینیم چیه. وای نه. یه مسئله ریاضی سخت رو آره حل کن. میتونیم اینو اینم یه مسئله ریاضی سخت خدمت شما. حلش که کردی میتونی دوباره دکمه رو بزنی. سکه رو برد. وقتی از بانک جورش کردی؟ نه
خب $1 $2 $3 $3.5 این که فقط $3.65 سنته. پس بقیه اینجا سکه نوشته کجا بود رفت؟ $4.20. خب درسته، این جواب این مسئله ریاضیه. انگار موفق شدید. کل دیوار رو رنگ کردن، واقعیتش فکر نمی‌کردم از پسش بر بیاد. بریم واسه دکمه 53. کی میخواد فشار بده؟ اون اول کیه؟ رفت. که دلم نمیخواد. ای وای جالی داری؟ باز افتاد بین تو و من. اینم بقیه خب شما. اینم از این، مرسی. بذار ببینم نوشته نفر بعدی کی دکمه رو بزنه. کارل انتخاب کن. من بعد فشار میدادم. خب باشه انتخاب میکنم. انتخاب کن. هر کی دوست داری. خودم انتخاب میکنم. خواهر شما $100,000 برد. باورم نمیشه خودم. داداش ریختی کثافتی داری. ما که میتونیم همون بغل کنیم. یه بغل هم. میخوای سلام. بهش بگی؟ قرار بود خواهر برنده $100,000 تا گیرش بیاد. تو خواهر منی. تو 2 برادر داری. الان کدوم برادر تو بیشتر دوست داری؟ خیلی خوب، مرسی که ویدیو رو دیدید. خدافظ. بچه‌ها اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک ویدیو و معرفی ما به دوستاتون یادتون نره. بهشون بگید بهترین دوبلای مستر بیست کجا میتونن ببینن. خب بچه‌ها مرسی که تا آخر ویدیو با من بودید. مثل همیشه شبکه‌های اجتماعی من یعنی کانال تلگرام و پیج اینستاگرام و تو ویدیوی بعدی میبینمتون.